سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت فارسی زبانان، حیوان دوستان در سراسر دنیا. دکتر علیرضا قمریان هستم. در برنامه دامپزشکی با دکتر قمریان امروز در مورد خطرناکترین بیماری‌های مشترک بین سگ و گربه با انسان صحبت می‌کنیم. از نظر این که بگیم کدوم بیماری خطرناکترین بیماری بین سگ و گربه و انسان هست، بیماری هاری هست. اما میزان شیوع هاری به میزان بیماری های انگلی که میتونن از سگ و گربه به انسان منتقل بشن و خطرناک و خطرزا باشن نیست. در نتیجه از نظر من خطرناکترین بیماری های مشترک بین سگ و گربه و انسان رو ما باید در بیماری های انگلی جستجو کنیم. در بین بیماری های انگلی ما انگل های خارجی داریم، انگل های داخلی داریم که میتونه به هر حال از سگ و گربه به انسان منتقل بشه. از انگل های خارجی میتونیم بیماری های قارچی رو اسم ببریم، گری رو اسم ببریم، بیماری هایی که میتونه توسط کنه به انسان منتقل بشه. اینها به هر حال از انگل های خارجی حیوان به انسان منتقل میشه. اما در مورد بیماری هایی که توسط انگل های داخلی سگ و گربه به انسان منتقل میشه، خطرناکترین بیماری که از گربه به انسان منتقل میشه بیماری توکسوپلاسموز هست. در مورد توکسوپلاسموز یک سوال شایعی که اصولاً از ما دامپزشکان میشه و یا به عبارتی یک غلط مصطلح هست در جامعه این هست که میگن توکسوپلاسموز باعث نازایی در خانم ها میشه. این یک غلط مصطلح هست، اصلاً چنین چیزی وجود نداره. اما یک واقعیتی وجود داره که از این تلختره و اون هم اینه که توکسوپلاسموز میتونه باعث ناقص الخلقه زایی در خانم های باردار بشه که حالا من در چند دقیقه آینده به طور مفصل وارد این بحث میشم. باعث این بشه که بچه ما یا اون نوزاد به صورت سالم به دنیا بیاد اما در سن 10 تا 20 سالگی فعال بشه، به هر حال انگل در شبکیه چشم بچه و باعث کوری بشه. پس من برمیگردم دوباره از ابتدای بحث توکسوپلاسموز با شما عزیزان صحبت میکنم. توکسوپلاسموز یک تکیافته هست در بدن گربه. این سیکل کاملش انجام میشه، تخمش از طریق مدفوع گربه به محیط منتقل میشه. راه هایی که به انسان منتقل میشه، یکی اینه که شما یا یک فرد در تماس با تخم انگل قرار بگیره. اگر شخص سیستم ایمنی سالمی داشته باشه این میتونه باعث وارد بدن شخص بشه، ایجاد بیماری های گوارشی بکنه، ایجاد تهوع بکنه، ایجاد اسهال بکنه و به هر حال مشکلاتی رو برای شخص ایجاد میکنه. اما خطر اصلی رو زمانی ایجاد میکنه که در یک خانوم باردار که قبلا با انگل توکسوپلاسموز در تماس نبوده، یعنی سیستم ایمنی بدن اون خانوم آنتیبادی در مقابل توکسوپلاسموز نداشته، این برای اولین بار در طی دوره بارداری خودش با انگل توکسوپلاسموز در تماس قرار میگیره. در اینجا بسته به اینکه در چه سنی از بارداری خانوم با انگل توکسوپلاسموز در تماس قرار بگیره ما با مسائل و مشکلات متعدد مواجه میشیم. به عنوان مثال اگر در 3 ماهه اول بارداری باشه احتمال سخت ایجاد میشه، اگر در 3 ماهه دوم باشه میتونه باعث هیدروسفالی بشه یا آنسفالی بشه. اینا ضایعات مغزی هستن، یعنی بچه به دنیا میاد با ضایعات مغزی. یا اینکه نه، بچه به دنیا میاد، این انگل در داخل بدن بچه وجود داره، بچه کاملا سالم هست، بعد از اینکه به سن نوجوانی خودش یا به سن جوانی خودش رسید این انگل در شبکیه چشم بچه فعال میشه و باعث
کوری میشه. بحث بسیار جدی هست. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که تنها راه انتقال توکسوپلاسموز به انسان صرفاً تماس با مدفوع گربه یا خود گربه نیست، بلکه اگر گوشت حالا گوسفند یا گاو به صورت نیمپز خورده بشه که الان اکثرا در کشورهای پیشرفته ما با این مشکل مواجهیم، یعنی استیک رو به صورت نیمپز میخورن و این تخم انگل در داخل گوشت وجود داره و منتقل میشه به انسان و میتونه ایجاد مشکل بکنه. پس یک بار دیگه مرور میکنیم با هم طریقه انتقال توکسوپلاسموز به انسان، یا از طریق خوردن گوشت نیمپز یا در تماس قرار گرفتن با گوشت. به عنوان مثال دارم میگم، ممکنه خیلی این مقوله خیلی بعید به نظر برسه، ولی یک خانومی داره گوشت تو خونه خودش تیکه میکنه، گوشت از قصابی گرفته، حالا وسط این که داره با گوشت به هر حال کار میکنه دست به قند بزنه و یک قندی رو داخل دهان خودش بذاره، از این طریق تخم انگل رو منتقل کنه به بدن خودش و این وارد بدنش بشه و ایجاد مشکل بکنه. پس یکی شد از طریق تماس قرار گرفتن با گوشت یا خوردن گوشت نیمپز. مقوله دوم از طریق تماس قرار گرفتن با مدفوع گربه یا خاک یا هر چیزی که آلوده به تخم انگل باشه، یا در تماس گرفتن با خود حیوان هست. خدمت رو کنم یکی از به هر حال همکارها معتقدند که میزان آلودگی خانم‌های باردار یا به هر حال اونهایی که درگیر میشن به توکسوپلاسموز تفاوتی نمیکنه که آیا با گوشت در تماس باشن یا گوشت نیمپز بخورن یا اینکه در تماس با گربه قرار بگیرن. من شخصا با این نظر مخالف هستم. خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم اختلاف نظر وجود داره در مورد اینکه آیا میزان شیوع توکسوپلاسموز در ایران رو من دارم میگم، در کشور، در افراد یا در خانم‌های باردار بیشتر آیا در اثر در تماس قرار گرفتن با گوشت بوده یا خوردن گوشت نیمپز بوده یا در اثر در تماس قرار گرفتن با مدفوع گربه یا خود گربه بوده. من شخصا نظرم این هست، این که اصولا بعیده که یک خانومی خیلی تو ایران با مخصوصا موقعی که داره گوشت تمیز میکنه یک دستی بزنه تو دهان خودش و تخم انگل رو به محفل دهانی خودش منتقل بکنه، یا گوشت نیمپز خیلی تو فرهنگ غذایی ما وجود نداره. در نتیجه مهمترین عامل رو من در تماس قرار گرفتن با مدفوع گربه میدونم یا در تماس گرفتن با خود گربه میدونم. یک کاری که یکی از افراد انجام میدن، من توصیه میکنم این کار رو نکنن، اینه که مثلا تو خیابون یه گربه ای رو میبینن و میرن از روی علاقه دستی به سر گربه میکشن، به موهاش میکشن، گربه رو بغل میکنن، گربه رو میبوسن. قویاً توصیه میکنم این کار رو نکنید، قویاً توصیه میکنم این کار رو نکنید، چون گربه عادت داره خودش رو لیس میزنه. یعنی اگه شما به صورت عادی گربه رو زیر نظر بگیریم، در روز ساعتها و ساعتها مشغول لیس زدن خودشه و در حین لیس زدن اصولا میاد دور مقعد خودش رو لیس میزنه که محل تجمع تخم انگل توکسوپلاسموز هست و مجددا میاد لیس میزنه بقیه نقاط بدن خودش رو. در نتیجه عملا تخم انگل رو منتقل میکنه از دور مقعد به روی موهای خودش. در با بغل گرفتن گربه، با بوسیدن گربه، با در تماس قرار گرفتن گربه، این منتقل میشه به انسان و میتونه بسیار خطرناک باشه. توصیه‌ای که به خانوم‌ها دارم قبل از اینکه تصمیم به بارداری بگیرن اینه که حتما برن از پزشکشون بخوان براشون تست توکسوپلاسموز بنویسه، یعنی برن میزان آنتیبادی توکسوپلاسموز در خون خودشون رو اندازه بگیرن. اگر خانومی رفت تست توکسوپلاسموز داد و تستش مثبت شد، اتفاقا جای خوشحالی داره قبل از دوره بارداری دارم میگم، به خاطر اینکه مشخصه که این خانوم قبلا در تماس با انگل قرار گرفته، سیستم ایمنیش بر علیه
توکسوپلاسموز آنتیبادی ایجاد کرده. در نتیجه اگر باردار بشه تا حد زیادی سیستم ایمنیشون در مقابل توکسوپلاسموز احتمالی که ایشون ممکنه باش در تماس قرار بگیره مقاوم هست. پس یکی از توصیه هایی که من به خانوم ها دارم قبل از اینکه تصمیم بارداری بگیرن اینه که از دکترشون بخوان که براشون تست توکسوپلاسموز بنویسه و برن آزمایشگاه این تست رو بدن. اگر تست دادید و تستتون مثبت در اومد، یعنی شما آنتیبادی مثبت در اومد، اتفاقا جای خوشحالی داره، یعنی که شما قبلا در تماس با توکسوپلاسموز بودید در طی دوره به هر حال زندگیتون و بدنتون به صورت عادی یا به صورت اصولی آنتیبادی ایجاد کرده بر علیه توکسوپلاسموز و این در طی دوره بارداری تا حد زیادی جنین رو محافظت میکنه در مقابل توکسوپلاسموزهای احتمالی که شما ممکنه با اون در تماس قرار بگیرید. اما اگر جواب تست منفی بود، یعنی که شما آنتیبادی ندارید در بدنتون برای توکسوپلاسموز، خیلی باید احتیاط بکنید. یعنی در طی دوره بارداری باید تا حد امکان در تماس قرار نگیرید با گوشت خام به هیچ وجه مصرف نکنید یا نیم پز به هیچ وجه مصرف نکنید. از محل هایی که گربه ها رفت آمد میکنن پرهیز بکنید. به خاک دست نزنید، چه خاک گلدان چه خاک های دیگه ای که ممکنه در مسیرتون قرار بگیرید اجتناب کنید، به خاطر اینکه اگر احتیاطات لازم رو انجام ندید و در طی دوره بارداری خودتون در تماس قرار بگیرید با تخم توکسوپلاسموز، این به بدن شما منتقل میشه، از طریق بند ناف به جنین منتقل میشه. حالا بسته به اینکه در چه سنی از جنین به جنین شما منتقل بشه، در 3 ماهه اول میتونه اصولا باعث سقط جنین بشه و در 3 ماه‌های بعد میتونه وارد خدمت رو عرض کنم که مغز حیوان بشه، مغز جنین بشه و باعث هیدروسفالی بشه، آنسفالی بشه. اینا ضایعات مغزی هستن که بچه به دنیا میاد با ضایعات مغزی. یک اتفاق دیگه‌ای که میفته این هست که خانوم در طی دوره بارداری خودش با توکسوپلاسموز در تماس قرار میگیره و بچه کاملا سالم به دنیا میاد، هیچ گونه علائم آلودگی به توکسوپلاسموز رو نداره. اما خدمت رو عرض کنم که در سنین نوجوانی یا جوانی تخم انگل در شبکیه چشم اون نوجوان یا جوان فعال میشه و میتونه باعث کوری بشه. پس همونطوری که من خدمت رو عرض کردم، توکسوپلاسموز رو ما میتونیم جزو یکی از خطرناکترین بیماری های مشترک بین گربه و انسان ما ازش نام ببریم. برای خانم هایی که خدمت رو عرض کنم که درگیر با توکسوپلاسموز هستن یا افرادی که درگیر با توکسوپلاسموز هستن، همکاران محترم پزشک من داروهای خاص رو تجویز میکنن. برای گربه هایی هم که آلوده به توکسوپلاسموز هستن، برای اونها هم درمان وجود داره که همکاران دامپزشک من برای شما داروی مناسب خودش رو تجویز میکنن. در یکی از توصیه هایی که در انتهای بحثم خدمت شما میکنم اینه که اگر قراره گربه رو به عنوان حیوان خونگی خودتون بگیرید، حتما قبل از اینکه گربه رو وارد محیط خونه خودتون بکنید و عضوی از خانواده شما بشه، ببرید آزمایشگاه تست توکسوپلاسموز روی مدفوع حیوان انجام بدن. اگر حیوان آلوده به توکسوپلاسموز هست، حتما درمان توکسوپلاسموز انجام بشه و بعداً وارد محیط خونه‌تون بکنید. در برنامه‌های بعدی من در مورد سایر بیماری‌های خطرناک مشترک بین سگ و گربه و انسان خدمت شما توضیح میدم. شعار ما همیشه این هست که با حیوانات مهربان باشیم.